اولین نشونه هایی که متوجه میشید مضطرب شدید چیه؟ وقتی اضطراب رو تجربه میکنید چه کارهایی انجام میدید؟ کجاها و پیش چه افرادی اضطراب رو بیشتر تجربه میکنید؟ اگه این سوالها برای شما آشناست، مطمئن باشید که تنها نیست. همه ما تو زندگی سطح‌های مختلفی از اضطراب رو تجربه میکنیم. اما نکته مهم اینه که یاد بگیریم چطور با اضطراب روبرو بشیم، چطور مدیریتش بکنیم و در عین حال که وجود داره بتونیم زندگی مؤثری رو داشته باشیم. به همین دلیل ما قصد داریم یک کارگاهی رو برگزار کنیم که توی این کارگاه به این سوالات پاسخ داده بشه و یاد بگیریم که مواجهه مؤثر و کارآمد با اضطراب چه شکلی. اگه شما هم دوست دارید یاد بگیرید، منتظرتون هستم.